سلام، خوش اومدی به قسمت اول رادیو دیکود. امروز قرار نیست فقط چند تا تیتر رو پشت سر هم دیگه بخونیم و ازش رد چیم. میخوایم آروم و بیقرار ببینیم تکنولوژی چیه و اینا، از دیتا سنترهایی که پشت هوش مصنوعی دارن برق و آب میخورن تا جمنای و رقابت‌های مدل و ابزارهای تولید محتوا و از اونور عینک‌های هوشمند و امنیت سایبری. هر بخشو ساده میگیم، ازش رد میشیم و نمیخوایم وقتت تلف شه. قراره یه چیزی اینجا یاد بگیری تو رادیو دیکود و هر کدوم چه معنی میده. پس بریم شروع کنیم. موضوع اصلی ما زیرساخت AI. خب، اولین خبر درباره هزینه پنهان هوش مصنوعیه. ما معمولا فقط خروجی هوش مصنوعی رو میبینیم، یه جواب سریع، یه عکس، یه ابزار جدید، یه سری کد، یه همچین چیزایی. اما پشت همین خروجی ها دیتا سنترهایی هستن که برق و آب و خنکسازی و نگهداری بسیار سنگینی میخوان. پس وقتی مصرف زیرساخت بالا میره، ممکنه بعداً قیمت اشتراک ها و محدودیت استفاده یا حتی کیفیت سرویس هم تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی تو سرعت استفاده از مدل ها سرعتاشون کمتر میشه، تو قیمتاشون از آفر $5 یهو میشه $20 و دیگه نمیرن سمت آفرها. و خلاصه یه سادهش این میشه هوش مصنوعی فقط یه اپلیکیشن جذاب نیست که داره بهت نشون میده، یه دونه کارخونه بزرگ پردازش با کل هزینه. این از این موضوع بعدی جمنایه و جنگ مدلاش. طبق گزارش ها گوگل عرضه جمنای 3.5 پرو رو کمی عقب انداخته تا مدل روی کارهای طولانی تر و ایجنت ها بسیار تنظیم شه و بهتر بشه و اینا. ایجنت حالا چیه؟ GLM و اینا ایجنت را انداختن برای انجام کارها با سرعت بیشتر و اینا، تسک بندی و اینا. جمنای عقب مونده و میخواد تو این موضوع خودش رو تقویت کنه. معنی سادهش اینه که رقابت هوش مصنوعی از مرحله جواب سریع قشنگ گذشته. الان شرکت ها دنبال مدلی هن که چند مرحله رو کار کنه و بفهمه و برنامه بچینه، ابزارها رو درست صدا بزنه و وسط را قاطی نکنه. یعنی ایجنت کلا کارش همینه. این موضوع برای برنامه‌نویسا خیلی مهمه، چون ابزارهای بعدی فقط راهنمایی نمی‌کنن و واقعا بخشی از پروژه رو جلو میبرن. برای تولید کننده‌های محتوا، یعنی محتوا میشه اون تحقیق، متن، تصویر، ساختار و حتی انتشار منظم‌تر جواب بده. خلاصه اینکه مدل بعدی خیلی قویه، مدلی که فقط جواب نمیده و همراه ما کار میکنه. موضوع بعدی ما ایجنته. یعنی ما این همه رو گفتیم تا برسیم به ایجنت. ایجنت ها در بازار مالی، همکاری گوگل کلاد و فکت ست اتفاق افتاده که به ما نشون میده شرکت ها دیگه فقط دنبال چت بات عمومی نیستن. اونها میخوان هوش مصنوعی وارد جریان واقعی کار بشه، مثلا تحلیل داده کنه، ترید کنه، بررسی ریسک کنه. ایده ای که ایرانیا 1 سال پیش داشتن با همون مدل‌های ابتدایی هوش مصنوعی، اونم مدل‌های بومی، این کارو بکنن. حالا قراره با مدل‌های بزرگتر این اتفاق بیفته و به تصمیم سازی و خلاصه سازی اطلاعات رخ بده. احتمالاً ما پولدار شیم، یعنی مثلا بریم به یه ربات پول بدیم، بگیم رو بیت کوین سرمایه گذاری کن و سرمایه گذاری کنه و پول ازش در بیاریم. سادهش اینه که هوش مصنوعی بیشتر به سمت دستیار تخصصی میره، یعنی همون ایجنت ها، و ما کمک میکنه تا تو این بازار مالی خودش رو بیشتر نشون بده. دیگه ضررهایی مثل بازار بورس ایران اتفاق نمیفته، امیدوارم. البته یکی از جذابترین ترندهای این روزا هم ویرایش عکس به زبان ساده است. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بری دنبال ابزار و اسلایدر ساز و کلاژن ساز و اینا بگردی، به گوگل فوتوز یا جمنای میگی چی میخوای، مثلا نور بهتر، حذف شلوغی پس زمینه، اضافه شدن ابر به آسمون یا ترمیم یک عکس قدیمی. این برای کاربر خیلی مهمه، چون ادیت عکس از حالت تخصصی دور میشه و به یه گفتگو ساده تبدیل میشه. تو میگی من نور میخوام، نور رو برات میاره و اونجور که تو این تصاویر الان مشخصه و داری تو گالری عکس میبینید، براتون تغییر رو انجام میده و یه چیز خیلی خفنه. رونمایی هم شده، الان میتونید هم توسط جمنای هم گوگل فوتوز امتحانش کنید. موضوع بعدی ما برای تولید کننده های محتواست. اپل کریتور استودیو، یعنی که اپل میخواد ابزارهای مهم ساخت ویدیو، صدا، تصویر و ارائه رو یک جا منظم ارائه کنه. این ادعاییه که اپل کرده، از فاینال کاتش برای تدوین، لاجیکش برای صدا و
یه چیزهای دیگه، یه ابزارهای دیگه برای تصویر ساختن و اینا کنار قابلیت‌های هوشمندش قرار میگیرن. معنی ساده‌اش این میشه که تولید محتوا از حالت چند تا نرم افزار جدا برای مثلا تولید محتوای ویدیویی و چیزا میشه یه نرم افزار پایه حرفه‌ای خوب و خفن. و این حالا کریتور پیامش اینه که برای این کار و تولید محتوای این مدلی فقط بلد بودن ابزار کافی نیست، باید ایده خوب داشته باشی و این بهت کمک میکنه که خروجی سریع و قابل انتشار تحویل بده و نقش کمک دستت رو بازی میکنه، نه جایگزین سلیقه و فکر آدم و این حرفا. و اینم برای تولید کنندگان محتواست، هنوز به صورت کامل ارائه نشده. بریم سراغ عینک‌های هوشمند متا. اینجا بس فقط خود عینک نیست، بحث مدل درآمدی. متا برای بعضی قابلیت‌ها محدودیت استفاده و گزینه اشتراکی گذاشته. این تو ایران ما قفله، تقریبا اکثرا نداره. یعنی ممکنه دستگاه رو بخری اما بعضی از امکانات پیشرفته یا استفاده بیشتر پشت پلن جدا باشه، یعنی مثل ایجنت های تصویر و اینا. این روند برای کاربرا خیلی مهمه، چون گجت های AI هم دارن کم کم تبدیل میشن به پلن‌های اشتراکی و پول بیشتر باید بدی و این یه خبر غم انگیزه برای اونایی که پول این عینک‌ها رو دادن مثل ویژن های اپل و این چیزا و باید پول اشتراک بدن. حالا کمی می‌ریم پشت پرده این مدل‌های هوش مصنوعی. وقتی درباره AI حرف میزنیم معمولا اسم مدل‌ها، چت‌بات‌ها و چیزهای دیگر رو میشنویم، اما بخش مهم ماجرا روی چیپ‌ها اتفاق میفته. چیپ‌ها چیکار میکنن؟ GPU TPU های حافظه شبکه و دیتا سنتر تعیین میکنن یک مدل چقدر سریع، چقدر ارزون و چقدر پایدار اجرا بشه. گوگل سالهاست روی TPU سرمایه گذاری کرده تا بخشی از بار هوش مصنوعی رو با سخت افزار اختصاصی خودش جلو ببره. سادهش اینه که داشتن مدل خوب کافی نیست. شرکتی برنده تره که بتونه مدل خوب رو بسازه، همونو اجرایی روون بکنه و انگار گوگل داره جلو میفته. مثل اون رونمایی جمنایش بود که یهو ترکوند و جمنای یه چیز ساده تبدیل شد به یه چیز خفن. امنیت سایبری هم با هوش مصنوعی جدی‌تر شده. ما داریم هر روز حریم خصوصیمون رو میپاچیم وسط چت جی پی تی، با صحبت میکنیم، درد و دل میکنیم، ازش چیز میخوایم، پشت سر فلانی باش غیبت میکنیم و کلی کار دیگه. قبلا خیلی از پیام‌های جعلی از لحن بد و غلط املایی یا ظاهر عجیب لو میرفتن، اما الان AI میتونه متن رسمی‌تر، ایمیل قانع کننده‌تر، تصویر بهتر و سناریوی واقعی‌تری بسازه. یعنی این تشخیص فیشینگ و این هک و اینا برای کاربر عادی سخت‌تر میشه. از طرف دیگه تیم‌های امنیتی هم از AI برای بررسی لاگ‌ها، پیدا کردن الگو و واکنش سریع حملات استفاده میکنن و AI این وسط داره یه ذره کارو سخت میکنه برای امنیت و این حرفا. در بخش گجت ها امروز یه نکته مهم داریم. برچسب AI به تنهایی محصول رو نجات نمیده. این چیزیه که شرکت ها فهمیدن، یعنی که لپتاپ بزنی بگی لپتاپ من AI به فروش زیاد کمک نمیکنه. الان تقریبا هر کی میخواد یه محصولی رو رونمایی کنه میاد میگه که آقا من AI داره این محصول من، این فلان من AI داره، یه نرم افزار دفترچه یادداشته، به AI خاصی نیاز نداره ولی هی میگه این هوش مصنوعی داره، بیا اشتراکشو بخر. و تو کلا تو هر محصولی اومده، ولی تو محصولای دیگه مثل لپتاپ و اینا گفتن که باتری و کیفیت و راحتی و کاربرد واقعا تاثیرگذارتر از AI. یه جنبندی کلی داشته باشیم. امروز چند تا از چند تا مسیر مختلف به یه نتیجه رسیدیم. هوش مصنوعی فقط یه اپلیکیشن جذاب نیست، پشتش دیتا سنتر، برق، چیپ، هزینه و سیاست تجاری نشسته. از طرفی مدل ها دارن به سمت ایجنت شدن، یعنی هوشمندتر شدن برای انجام یه سری وظایف میرن. یعنی ابزارهایی که فقط جواب نمیدن بلکه کارها رو مرحله به مرحله جلو میبرن. در تولید محتوا هم سرعت، جریان اینا خیلی مهم شده. در گجت های AI هم وقتی ارزش داره حالیدم نه تو گجت های AI وقتی اون گجت ارزشمنده که تجربه واقعی کاربر رو بهتر کنه، نه اینکه با یه برچسب این هوش مصنوعی داره بگیم اون بهتره. و نتیجه نهایی ما این میشه که تکنولوژی جذابتر شده ولی ساده تر نشده، داره پیچیده تر میشه. اگر فقط تیترها رو ببینیم اسم ماجرا رو از دست دادید. اینجا تو رادیو دیکود سعی میکنیم خبر رو بخونیم، اما مهمتر از اون معنی پشت خبر رو بفهمیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید.
ویدیو رو دنبال کردید و حتما رادیو دیکود رو دنبال کنید. ما سعی میکنیم تا حد اکثر 20 دقیقه اخبار روز دنیا رو بهتون برسونیم. ویدیوی امروز 10 دقیقه شد و این صرفه‌جویی در زمان شما برای رسیدن به اخبار. مرسی که تا اینجای ویدیو دنبالمون بودید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.